سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل سامزی. بالاخره اولین ویدیو گذاشتیم. آقا منم مهزیار هستم، خوش اومدید به این اولین ویدیو چنل ما. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل ما هم دنبال کنین، زنگوله رو هم بزنین و منتظر ویدیوهای جدیدمون باشین. جذاب قراره شروع کنیم، بیایم تو بتره کنیم. بله خیلی خیلی جذاب. بریم برای معرفی. خب من سامم، 14 سالمه، تهران زندگی میکنم و اینجا استودیومونه که قطعی نیست، تغییر قراره بکنه. و اینم که اولین ویدیو از چنل ماه. بالاخره این همه یک عالمه روز، یک عالمه هفته توی چنل تلگرام، توی چنل اینستا، توی چنل اینستا تلگرام داریم. آره این خودش یه نکته خیلی مثبت. بله دیسکریپشن این ویدیو رو چک بکنید، حتما مهمترینه. همه چنل رو عضو بشین. بله این اصلا برید پیام رو بخونید. زدم دیگه اون سری اومدیم ویدیو گرفتیم خراب شد، بعد نمیدونم آپلود نمیشد. چطور اینترنت این بدبخت قویه آخه، زیاد قویه. آره و اینکه چنل تلگراممون رو حتما عضو بشین. اولین اخبار رو اونجا میذاریم که ویدیو کی داریم، استریم کی میشیم و همین دیگه. منم مهزیارم، تهران زندگی میکنم. هنوزم مدرسه من تهران زندگی میکنم، تو بیشه منی، خب قطعا تو هم تهران زندگی میکنی. شاید مثلا من کرج بودم. کرج جزء تهران نیست. کرج البرزه. خب آره میگم جزء تهران که نیست، ولی خب نزدیک اینجا از من 50 دقیقه 1 ساعت راهه. نه کمتر بود، 40 دقیقه. چی وسط ویدیو بگو. آره تهران زندگی، خلاصه تهران زندگی میکنیم کلا و دانش آموزیم. Oh my god! واو! خیلی نکته جذابیه که ما دانش آموز. تو فکرشو می‌کردی من دانش آموز باشم؟ تو می‌رید سیبیلا رو ببین. مگه اداره نمی‌رفتی؟ من آره فراس رو باید پاشیم میرم سر کار. بله درسته. کار تو کجاست؟ کار اینجا اینا. دستشویی رو تمیز می‌کنی تو؟ من حالا بعضیا بود. خب خوبه. تفریح. و امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین. این اولین ویدیوه که تو این کانال میادش. حالا ممکنه چند تا ویدیو جدید هم هفته بعد یا هفته بعدش آپلود شه، چون که خیلی سخته. آره خیلی کار سختیه هماهنگ کردنش. اصلا آره تایمر رو چک کنیم، همه چی خیلی کار سختیه. وای خیلی سخته. وای چیدن میکروفون، بک‌گراند. هنوز بک‌گراند درست نیست. حالا اگه بد بود بک‌گراند به خوبی خودتون ببخشید. بک‌گراند اگه بد بود به خوبی خودتون ببخشین. خب خلاصه همه چی مچ کردنش با هم خیلی سخته و به خاطر همینم یکم همین این نیم ساعت زمان برد. اینی که میبینی تو ویدیو نشستی رو تختت داری منو نگاه میکنی، شاید رو مبلش هست. این نیم ساعت طول کشید که این تو صورت این نیاد، دوربین یه جای خوب باشه، این نور اینجا اذیت نکنه. بگو من مهمونم بیارم. مهمونم داریم. مهمون تو اول کیو دیدی تو اول ویدیو مهمون داشته باشه؟ هیچکی. کیو دیدی؟ نه به من بگو. هیچکی نیست. نه بگو ویدیوش مهمون داشته. نه به من بگی کی اولین ویدیو هزینه کرده مهمون آورده؟ ببین ما مهمون داریم. چه مهمونی؟ مهمون آقا مرتضی. به آقا مرتضی رو نگاه کن. آقا مرتضی عزیز که مومن خوب، کشاننده آورنده، کشسان. آقا محتوای این چنل چه شکلیه؟ اینجوریه که ما پادکستشو داریم، گیمشو داریم، ریاکتشو داریم، تراینات تو لفش رو داریم که اونم ریاکت حساب میشه، هرچی. حالا از این جور محتوایی که همه یوتیوبرهای جهان قطعا میسازن و هدف ما خیلی مهمه. ما ببینید بذارید من براتون تعریف کنم. ما از اون موقعی که قرار شد این کانال بزنیم
همین هدفی که الان میخوایم بهتون بگیم ما رو اوورد سمت این کار بیشتر، شور و هیجان این کار به ما داد و فکر میکردیم که خیلی ویدیو خفنی قرار باشه و هنوزم هست. حالا هدف رو بگو دیگه، یه هدف خیلی بزرگه. از هدف نگم براتون، حمایتمون بکنید یه مقدار این تعداد سابسکرایبرها و ویوها بره بالاتر. این ویدیو رو لایک کنید. لایکش به چقدر برسه؟ آقا برای اولین ویدیو من نمیدونم لایکش به چقدر برسه. 50 تا 50 تا کمه. نه دودش 100 تا خوبه. برو بابا 100 تا 60 خوبه برای اولین ویدیو. 60 تا 60 بذارین برامون توی این زیر ویدیو. هدفمون ولاگ استریم مدرسه است. هو خیلی خندید. آره پشت صحنه‌شو میذاری. پشت صحنه‌شو میذارم. ادیتور عزیزمون ادی جون. ادیتور خودش ساب چنله دیگه، چی از این بهتر. خلاصه آقا این هدف ما هم هست، هدف ما هست و قراره این هدف رو خیلی سخته. ببین الان اگر میخوای بگی که خب اوکی گوشی تو برمیداری میری میشینی تو مدرسه و ویدیو، داداش اون معلمی که اونجا وایساده داره ریاضی درس میده نمیذاره من گوشیمو اینجوری بگیرم بچه‌ها نگاه کنید. آره بچه‌ها ولاگ مدرسه مثلا شاید تو دانشگاه مثلا اون شاید اوکی باشه، ولی تو دبیرستان و دبستان سرویس قراره بشین. آره نمیذارن. ببین کار سختی. حاجی اگه بشه استریمشو بذاریم امیدوارم که یعنی اون زحمتی که داریم میکشیم همونقدر چی میگم پاداشش رو بگیریم. آره این باید خیلی کار بزرگیه، واقعا خیلی کار بزرگیه. شاید برای یه یوتیوبری که 3 ساله داره کار میکنه اون همه ویو اون همه ساب داره چیزی نباشه ولاگ مدرسه، ولی برای من و اینی که مثلا رو هم دیگه فکرم 10 تا ساب داره چنلمون خیلی هدف بزرگیه. 10 تا داره 7 و 6 داره همون. و اینکه آره دیگه خلاصه که این هدف ماه و این ویدیو هم همینجوری گذاشتیم خودمون رو معرفی کنیم. چجوری شد با هم چیز کردیم که چنل بذاریم؟ چنلو مدرسه بودیم، ایشون با یک یوتیوبر تازه کار دیگه که نمیخوام اسمشو اینجا بیارم تبلیغ نمی کنیم. آره لاشی بازی. آره اونا هم خلاصه آره یه سری یه آدمی بود با این ادیتور و ساب چنل ویدیو که عالی بود. ایشون با یه نفر دیگه قرار بود که چیکار کنه؟ کار بکنه. خودت میخوای بگی بقیه‌شو؟ آره قرار بود هم که من بگم درست کنیم یه سری ویدیوها رو بزنیم تو یوتیوب با هم همکاری کنیم مثلا همین ویدیویی که الان با هم داریم میگیریم، ولی خب نشد، یعنی پیچوند و رفت. حالا منم الان دوباره باش میگم که چرا نیومدی و اینا، الان میریم بهش میگیم ما همچین کانال زدیم، میگه والا تو نیومدی. یعنی من خیلی برام جالب بود که گفت تو نیومدی، اصلا پشمام ریخته بود. خلاصه نمیدونستم بعد چیکار کنم، پیچوند رفت نیومد این کانالو با هم بزنیم. خودم میدونستم کار سختیه و قطعا کار خیلی سختیه. اونی هم که میبینید تنهایی اومده بالا سرویس شده، دمش گرم. اگر مثلا یکی مثل آریا کیوکسر تنهایی اونجوری کنده اومده بالا واقعا دمش گرم و دهنش سرویس شده. خب ببین الان من اگه تکی بودم یعنی یه سری کارا رو مهزیار بلده، من عمرن بلد نیستم اونا رو. یعنی مثلا ادیت ویدیو که اگه با من بود عمرن، یعنی من همون اول کار پول یه ادیتور چرت و پرت میدادم با ماهی مثلا 30,000 تومان چرتین ادیتور رو میزد. الان 2 نفریم ویدیو رو با هم دیگه میگیریم، خیلی چیزا واسه مهزیار خیلی چیزا واسه منه، با هم دیگه این شریک بودنه اینجوری شد این چنل ساخته شد. خیلی سخته تنهایی، خیلی سخته، اصلا کار راحتی نیست و در اون هدفی هم که گفتیم حمایت کنین چون خیلی مسئله مهمه این حمایته. امید داشته باشیم که این کانال رو ادامه بدیم. البته حالا مهمترین چیز تو اصلا ادامه دادن همچین کاری امیده. یعنی مثلا دیدیم اولین ویدیو کلا 10 تا لایک خورد، اشکال نداره. نه مهم که ببین اصلا مهم نیست. یعنی ما نه واسه درآمد داریم این کارو شروع می‌کنیم نه واسه هیچ چیز دیگه، چون عشق این کارو داشتیم. من از بچگی مثلا از 4 سال پیش 5 سال پیش عشق این کارو داشتم و دوست داشتم که حتما شروع کنم، ولی خب میگم نمیتونستم تنهایی و اینجوری شد که مهزیار یهو اومد و آره. حالا چی شد داستان؟ آقا ما
ته کلاس سر زنگ ریاضی نشسته بودیم و یهو مهزیار اومد گفت آره من با فلانه داشتم چند یوتیوب می‌زدم قبول نکرده و مثلا پیچونده و رفته. بعد اینجوری بود که خب تو نظرت چیه مثلا؟ من با کمال میل پریدم قبول کردم و همونجا کتابو باز کردم گوشیمو در آوردم. نکنید این کارو، گیر میافتید. زشت. آره از این کارا زیاد نکنید. درستو گوش بده داش سر. بعد سر بعد درسته ولی خب باش. حالا در چندین ساعت دیگه که به خانتون رسیدین برید کاراتون انجام بدین. تو مدرسه درس بخونید. این خیلی مثلا 4 روز دیگه بابات اومد گفت کیو داری نگاه میکنی؟ گفتی سامزی. اون گفته درس نخون. آره اون دهن من سرویس. ما هم درسمون اصلا به من چه بذار هر کی دلش میخواد بکنه. آره اصلا به ما چه؟ هر کی دوست داشت. آره این گوشیو برداشتم گذاشتم روی کتاب اینجوری گذاشتم گوشم اینجا. همون لحظه رفتم جیمیل ساختم. جیمیل سامزیو ساختم و استارت خورد کار. اومدیم خونه صحبت کردیم، توییچمون رو ران کردیم، یوتیوبمون رو ران کردیم و 3 روز بعدش اومدیم همه کار رو دیگه کردیم. یه کافه قرار گذاشتیم، رفتیم نشستیم و همه اکانت ها رو وصل کردیم به اپلیکیشن ها و هیچی دیگه استارتش رو زدیم. چقدر دیگه؟ چند 4-5-6 روز دیگه 4 اومد 2-3 روز بعدش بود فکر کنم. آره مهزیار اومد اینجا و چیز کرد. ویدیومونو گرفتیم که ویدیو بنا به دلایلی که بگیم یالا آره صدا بد ریکورد شده بود، نور بد بود، بک‌گراندمون اوکی نبود. به خاطر این موضوع ها نشد که بشه اون ویدیوه. خلاصه و این شد که الان ما اینجا در خدمت شماییم و میخوایم ادامه بدیم و چنل رو برسونیم به میلیون ها سابسکرایب. بله اومدم اینجا و قرار بود سام بیاد خونه ما. من یه سری میز نداشتم برای اینکه بیام این کار رو شروع کنم. حالا الان اینجا لپتاپ هست، گوشی هست، میکروفون هست، همه اینا باید جاش باشه که بشه همه اینا رو با هم مچ کرد، وصل کنی به این و اونو وصل کنی به این، کلا دردسر داره و یه جای خیلی بزرگی میخواد که من اون میزو نداشتم. یعنی یه چیز ثابته که باید باشه. منم میدونم وسیله‌ای که مثلا میشد حملش کنی مثلا همین میکروفون که میشد حملش کنی آوردم اینجا و حالا قراره این مثلا یه سری وسیله‌ها بمونه اینجا دیگه تکون نخوره، چون دوباره از اول وصل کردنشون کار سختیه. 1 ساعت 2 ساعت همه اینا زمان میبره. حالا بک‌گراند اینجوری نمیمونه، قول بهتون میدیم تغییر کنه، کامل تغییر میکنه، اصلا چیز دیگه تو میریزه. یعنی من و توی که تازه کاریم مثلا چیزی که در نظر گرفتیم خیلی چیز خفنیه و اینکه شاید خیلی از اون یوتیوبر گنده هایی که شما سابشون دارید همچنان اول کار اینجوری نبوده. یعنی با توپ پر قراره شروع کنیم و امیدوارم که بهتره که هر چقدر زحمت بکشیم امیدوارم که همونقدر هم شما دوست داشته باشین و اینکه آره دیگه اگرم خواستید همچین کاری رو شروع کنید بهتون بگم که تکی کار نکنید. آره. ما مثلا اگه 2 نفر بودیم، چون 2 نفر به نظرم کافیه برای یه کار اینجوری، حالا هر چقدر بیشتر باشه کار خیلی خیلی راحت تر میشه، ولی خب سعی کنید تکی کار نکنید. ببین حاجی اگرم خیلی زیاد باشی بالاخره مثلا نمیشه، ولی خب کمک دست مثلا میگیم 6 نفر آدم، خب تنها کسی که دیدم زیاد بودن موفق شدم تو ایران خودمون ویجیلند بود، توی خارج دود پرفکت، میدونی که کدومه؟ تریک شات میزنن. آره. اونا به نظر من مثلا همین 2 تا 3 تا آدم بسه دیگه، چون مثلا یکی ادیت بزنه، یکی چه میدونم کارهای گیم رو انجام بده، یکی میدونی مثلا وقتی 6 نفر بشه دیگه تایی 3 نفرشون به کار بیان دیگه، اون 3 نفر بقیه رو اضافیه، فقط مثلا پول بینشون تقسیم میشه، به درد نمیخوره. و میتونی تکی هم اگه واقعا توی که هم ادیت ولدی هم اتاق و اینا همه چی اوکیه، به نظرم تکی هم میتونی شروع کنی. خیلی راه اصلا نصف یوتیوب جهان تکی شروع کرده دیگه. حالا چند تا بودن که مثل من و تو مثلا تیم شدن 2 تا 3 تا اینا. و اینکه آره
میتونی دوتایی شروع کنی هم ستایی راحت. ولی خب من خودم این موضوعی که 2 نفره داریم شروع میکنیم و خیلی دوست دارم، چون که خب میگم قطعا من ادیت بلد نیستم، خیلی کارا رو بلد نیستم، فتوشاپ بلد نیستم، ولی مهزیار همه اینا رو بلده، کمکش میکنم و میاریم بالا دیگه چنل. حالا بعد این ویدیو، الان که این ویدیو رو دارید نگاه میکنید، حتی ادیت کردنش هم خودش کار سختیه. مثلا یه همچین ویدیوی برای معرفی آدم نمیدونه بعد چه کار کنه، الان مثلا آهنگ بذاره، نمیدونه مثلا این صحنه رو رد کنه، اینجا رو کات کنه، یکم سخته برای اولین ویدیو. و منم حالا این ویدیو رو سعی میکنم که زیاد طول نکشه ادیت کردنش، چون با افتر افکت این بیشتر ویدیو ادیت میشه و من این ویدیو رو با افتر افکت فکر نکنم بتونم ادیت کنم، چون که مثلا افتر افکت الان ویدیوی 15 دقیقه‌ای یا مثلا من بخوام بیام وارد کنم و یه سری ادیتا روش بزنم، حجمش یه دفعه‌ای خیلی خیلی میره بالا و برای آپلود کردنش اینترنت ایران هم که ماشاءالله قویه، خیلی سرعت میگه. مثلا یه دلیل این که ویدیو قبلی آپلود نشد همین داستان آپلود بود، چون ویدیو آماده بود، عالی هم شده بود، میمایی باحال توش بود، فان شده بود ویدیو، یه جاهایش مثلا احساسی بعد میشد احساسی شده بود، همه چی اوکی بود. ویدیو رو خودت دیده بودی دیگه قطعا، منم یه تیکه‌هاشو دیده بودم، عالی شده بود، ولی خب میگم به خاطر همین اینترنت عالی ایران نشد دیگه. از اونجایی که ما این ویدیو رو آپلود کردیم، ویدیو شده بود 2 گیگ و حجمش رو هر چقدر می‌آوردیم پایین، کیفیت ویدیو میومد پایین، کیفیت تصویر میومد پایین، یعنی تار میشد تا کیفیتی که داشت. و حالا من از این کیفیتی که الان هست فعلا راضیم. حالا الان داریم با گوشی میگیریم پوکو X3 M6 با یه پوکو M6 داریم میگیریم و وبکم زودی میاد. وبکم خیلی کمک میکنه به کیفیت ویدیو و خودم به شخصه اگه بخوام بگم، اگه یوتیوبری ببینم که تازه کار باشه قطعا میرم سابه و ایناش میکنم، ولی خب اگه ببینم ویدیو مثلا کیفیتش پایینه، به عنوان یه بیننده دارم میگم کیفیتش پایینه، صدا بد ضبط شده اینا، اصلا نگاش نمیکنم، چون میدونی یه جوری وقت تلف کردنه. برای همین من خودم چون این احساسو دارم، دوست دارم اینجوری باشه که هم صدا ضبط بشه، هم که دوربین خیلی اوکی باشه و کیفیتش بالا اینا باشه. سر همین مثلا ممکنه هی ویدیوها دیرتر بیاد، کمتر فعالیت کنیم تا همه چی اوکی کنیم، بعد بتونیم که دیگه شاید اصلا دیلی آپلودش بذاریم. چون که اینکه همین بحث کیفیته، اینکه بیننده بتونه یه کیفیت خیلی با کوالیتی بالا ببینه، این خیلی مهمه. یعنی بحث خودم به شخص من یه ویدیو بی کیفیت باشه من نمیام ویدیو رو ببینم، ولی خب شما این ویدیو رو نگاه کنین، ما رو درک کنین. برای اولین ویدیو زیاد فکر نکنم کیفیت ویدیو خوب باشه، صدا خوب باشه. حالا صدا تا یه حدودی خوبه، ولی خب بازم در حد اون عالی بودن نیست، هنوز عالی آره دیگه عذرخواهی می‌کنیم واقعا، چون بگم اولین ویدیومونه، اصلا نه تجربهشو داریم نه هیچی و اینکه درکمون کنید، ولی خب قول میدیم بهتون شما حمایت کنین، پولشو نمیذاریم تو جیبمون، قطعا کیفیت ویدیوها رو فقط بیاریم بالاتر. و ولاگ خیلی دوست داریم بگیریم و اینکه اصلا یکی از موضوعاتی که این چنله یکیش ولاگه و پادکست. من خودم پادکست خیلی گوش میدم، چه خارجی چه ایرانی، و خیلی دوست دارم پادکستو، دوست دارم خودم پادکست بگیرم. حالا مهمون جدید میاد، ممکنه یکی از ویدیو مثلا مهزیار تنها باشه، من تنها باشم، با مهمون بیایم صحبت کنیم و اینجوریه که چنل هم دست منه هم دست مهزیار. یعنی اگه یه ویدیو دیدید من تنهام یا مهزیار تنهاست، تعجب نکنید دیگه، چون چنل جفتمونه و قطعا قراره کلی محتوای خفن بیاریم و سرگرمتون کنیم. و اینکه سر همون ویدیو قبلی که قرار بود آپلود بشه و آپلود نشد، خیلی هم منتظرش بودن. حالا تلگرام ما، داستان تلگرام حالا براتون میگم، ولی خب سر اون ویدیویی که آپلود نشد من اومدم ویدیو رو آپلود کنم بدم به سام که سام آپلودش کنه و قرار بود سام هم نگاه کنه ویدیو رو اوکی بده. بالاخره ما با هم این چنل رو درست کردیم و باید همه چی با هم هماهنگ باشه. نظرمون ولی کاملا یکیه، یعنی یه چیزی اگه من دوست داشته باشم قطعا مهزیار دوست نداره و حتی برعکس. و اینکه من حتی اگه مهزیار اون روز ویدیو رو برای من نمیفرستاد که ببینم، مطمئنا
اینجوری بودم که خب قطعا اگه مهسا ویدیو رو دوست داشته پس منم دوست دارم. حالا داستان این ویدیو این بود که اومدم برای سام بفرستمش تو تلگرامم بود، فیلترش کردم که خب من فیلترش کردن نداشتم، پروکسی داشتم. پروکسی رو زده بودم که پروکسی معمولا یه سرعت بهتری داره از وی پی ان معمولا خاموش روشن میشه اینا، چون از یه وی پی ان رایگان استفاده میکنم و قرار شد اون پروکسی رو زدم. 2 گیگ و تقریبا 2 گیگ بود، کاملا 2 گیگ بود و رفت روی 1 گیگ و 900 مگابایت وایساد و ایرور داد. نمیدونم این تلگرام همچین ایروری تا حالا به من نداده بود یا ندیده بودم. ایرور داد و نمیدونم چی بود، شاید حجم ویدیو چون بالا بوده آپلود نشده. خب گفتم ولش کن دیگه، خودم اون ویدیو رو آپلود میکنم. زنگ زدم به سام گفتم حالا ویدیو باحال شده، خوب شده، حالا نتونستی ببینی ویدیو رو اشکال نداره، ویدیو خوب شده و من ویدیو رو گفتم خودم تو یوتیوب آپلود میکنم. من ویدیو رو با افتر افکت ادیت نکردم چون میدونستم قطعا این حجمش میره بالا و ما نمیتونیم آپلود کنیم. و من اومدم ویدیو رو اومدم با همین برنامه‌های ساده همین موبایل ادیت کردم و دیدم باز خیلی حجم رفت بالا و خودم مستقیم توی یوتیوب آپلودش کردم. یوتیوب که تا 400 مگابایت رفت، 400 مگابایت وایساد، یعنی دیگه هیچ تکونو نمیخورد. به نت نمیدونم این وصل شدم به اون وصل شدم، نت خریدم، نت سرعتش رفت بالاتر بردم ولی هیچی نتونست این ویدیو رو آپلود کنه و انگار نمیخواستیم ویدیو آپلود بشه. تلس بود. هر کاری کردیم ویدیو آپلود نشد و کلا همین بود داستان ویدیو. نشد که بشه دیگه، قسمت آره داستان ویدیو همین بود. آره همین دیگه، صحبتامونو کردیم، خودمون رو معرفی کردیم و اینکه امیدوارم که حوصلتون سر نرفته باشه و منتظر ویدیوی جذاب باشین و یادتون نره چنل ساب کنین، کامنت بذارین، لایک کنین ویدیو رو. اگه حمایت شما نباشه ممکنه که خسته بشیم و مثلا نتونیم با همون امید قبلیمون ادامه بدیم و اینکه همین. دوستتون دارم، تا ویدیو دیگه میبینمتون، بای بای. سلام دوستان، خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل سامزی.